دوستان عزیز درود. وقت کشور خردکک با نام کابوورده باری نخست در تاریخ خیش راه سمت جام جهانی فوتبال در 3 کشور دنیا پیش میگیرد. این البته که هنگامه بزرگی 100 ساله در عالم ورزش است. کشور با اهالی 600,000 نفر و مساحتی بیش از 4000 کیلومتر کوادراتی که چون خردترین کشور اشتراکچی چمپیونات جهان است، در گروه با کامرون بزرگ و پرستاره، لیبیای قوی اراده و انگولای در پیروزی ها تشنه اول شد. پس اگر از 600,000 نفر کمی کم 25 فوتبال بازی آماده برای چمپیونات جهانی پیدا شد، روز میرسد که از 10 میلیون تاجیکستان هم نفران میدانزبی چیشه ناموس در بغل بهر اشتراک در جام جهانی سینه سپر میکنند. این هم نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل است که امروز مطلب های خیلی مهم ترانسفری را فراگیر است. در سمای فوتبال انگلیسی یا کشوری بارانی، قهرمانی فعلی میخواهد که با سرمربیش شرطنامه جاری را تمدید کند. اینجا گپسری لیورپول میرود که نوبسته از 3 باخت پی هم در مسئله تمدید کنی شرطنامه کاری با ارن سلات را در میان گذارد. برآمدن چنین قرار راهبریت باشگاهی در وقت نصف روزی از برای آن است که موسم آینده طبق شرطنامه برای سلات آخرین است. از این رو از حاضر باید بهر درازکنی مهلت شرطنامه دست به کار شد. از جانب دیگر وقت راهبریت دسته در چنین مرحله با این شرطنامه به سلات انگیزه میبخشد، ممکن که در میدان هم نتیجه ها بهتر شوند. بعد 3 باخت پی هم لیورپول سلات مقابل مرغابیان مجروح از قسمت سرخ منچستری به میدان می آید و اگر در چنین حالت امرین باز تواند خود را از استعفا نجات دهد، پس در لیورپول گپ و کارها ممکن که تماما دیگر شوند. زیرا چطور میدانیم راهبران لیورپول میانی مثل رئیسان ارسنال و امیو سر تحمل نیستند و در دلخواه حالت می توانند قرار برآورند. ولی تمدید کنی شرطنامه با سلات قراری درست باشد یا که هنوز بر وقت است، این را البته مخلصانی از شدید دسته پرنده آتشین خوبتر می دانند. گپی دیگری وابسته به تغییرات کادری در فوتبال انگلیسی احتمالاً به ناتینگهام فارست ربط دارد. جنگلبانان میخواهند که انج پاستیکوگلو را از کار جواب دهند، زیرا چطور میبینیم از نتیجه 6 بازی اخیر فارست هیچ کس راضی نیست. برای عوض پاستیکوگلوی استرالیوی ناتینگهام میخواهد که سابق سرمربی اورتون و بیارنلی شان دایچ را به تیم بیارد. شان دایچ که سال گذشته با ایریس ها در 19 بازی همگی 17 گل گرفت و قریب که انتی رکورد اماریم را تکرار کند، نمیدانم با کدام سبب به جنگلبانان پسند آمده است. همچنین ناتینگهام فارست میل دارد که رافائل بینیتس را به کار دعوت کند. در این تیم کلی کارها درست پیش می رفت، ولی راهبریت آن وقت نونو اشپیریتو سانتو را رنجاند. ما دیگر در این جنگلی به سرپناه نه یگان نتیجه می بینیم و نه شادی آن مخلصان موسم قبلی پر سر و صدا. اگر که از آغاز برنامه ما به قول گپ و خبر کنیم، باید سراسیمه‌وار اعلان نمود که در لندن بزرگ سابق بازیگر ارسنال بزرگ جک ویلشر قدمی وسیع به سمت حیات مربیگی نمود. ویلشر چون سرمربی دسته لوتون از لیگ اول انگلیا اعلان گردید و این خبر در کل رسانه‌های فوتبالی را در جهان فرا گرفت. زیرا جک ویلشر هرچند به مثال جک ورابی در عالم مشهور نباشد، ولی در عالم ورزشی رقم اول مقام و منزلت مخصوصی را دارد. پیشتر ویلشر اجرا کننده وظیفه سرمربیگی نارویچ بود و ارسنال U18 را هم یک زمان تمرین میداد. جک عین حال 33 سال دارد. از این پس تلاش میکند که مثل دوران فوتبال بازیش طریق کاری مربیگی از خود سر و صداها بلند کند. در لندن بزرگ اگر از برای وظیفه نو ویلشر همگان شادی دارند، در کشور لهستان از برای تقدیر بعدی رابرت لواندوفسکی همگان
چهره قهری دارند، زیرا که پولشگی‌ها هیچ نمیخواهند حمله‌آور اساسی تیم ملی به زودی بارسلونا را ترک نماید. بارسلونا قرار کرد که با لیواندوفسکی 37 ساله بعد انجام موسم فعلی دیگر شرطنامه را تمدید نکند. برآمدن چنین قرار به واسطه با سن و سال بزرگی بازیگر و حالت نه آنقدر خوبی ورزشی پولشگی ربط دارد. و خیالم همه قرار غضبانه بعد طار مرشوی از سویلیا در بازی اخیر لالیگا و برآمد ضعیف روبرت در این رقابت به میان آمد. پس اگر بارسا میخواهد که با حمله‌آور تجربه دار و سابقه دار آرامانه و به قول به یگان خفگی در تابستان خیر خوش کند، دیگر ما سر از موسم نوین در دسته لاپورتا یگان گلزن جوان و پر انرژی خواهیم دید. در کشور ایتالیا ناپولی بعد از آنکه 2 نفری برایش در کاری را از 2 تیم منچستری آورد، اکنون میخواهد که باز 2 نفر دیگر را از دسته اویله گلیزرها را باید. بعد بازی خوب اسکات مکتامینی و راسموس هویلوند، اکنون ناپولیتانی ها میخواهند از امیو کوبی ماینو و جوشوا زیرکزی را شامل تیم کنند. کارهای ماینو اگر در اولد ترافورد به خوبی پیش هم نروند، ولی او اقلاً با امریم یگان جنجالی زیادتی نمی کند. ولی اگر گپ سر تقدیر حمله‌آور هلندی رود، او در تیم جیم ریدکلیف آشی حلال ندارد. مثلا کوبی 20 ساله این موسم همگی 113 دقیقه در میدان بود و زیرکزی را باشد در اولد ترافورد، چون هر وقت فقط موی سر پریشان بود. اینجا جنبسته سخن این است که ناپولی تا روزنه زمستانه ترانسفری هرچی تیزتر میخواهد که سری گزارش این 2 بازیگر امیو با مراسا برسد. اگر کارها در امیو به قول جزیر شدن گیرند، پس ما شاهد گریز کلی بازیگران امیو به ناپولی خواهیم شد. یک کار دیگری قابل توجه را تابستان با وری انجام دادن است. میونخنی ها میخواهند که تابستان سال 2026 حمله‌آور منتخب سربی از یوونتوس دوشان ولاخویچ را شامل دسته کنند. ولاخویچ طور ما میدانیم طی سالهای اخیر نه همه وقت برای زبرها عزیز است و حتی نامش چندین مرتبه در روی خط فروخته شوندگان هم بود. نوابسته از آن که دوشان این موسم نیز برای یوونتوس کارهای بزرگ میکند، ولی آنها نیت زیادی بازداشتنش را در تورین ندارند و وری البته که میتواند از این حالت به خوبی استفاده برد و از همه مهم تابستان این حمله‌آور نادر را به پول شامل دسته نماید. من فکر دارم که داشتن حمله‌آور به مثال دوشان ولاخویچ عین حال برای دیل‌ها دسته تاپ کلاً ضرر نمیکند، بلکه فایده های درکاری را در وقت‌های ضروری خواهد رسانید. اگر بارسا میخواهد هرچی تیزتر از نفرانی سابقه دار و با قول فوتبالی گلیادور راه خلاصی پیدا کند، در تیم فعلی مسی باشد، برعکس قرارهای جناب لاپورتا میخواهند کلی آن نفرانی گرامی بارسلونای نامی را سرجم نمایند. با گفته نشریه صاحب احترامی دیلی میل، اینتر میامی بعد از آنکه بوسکتس و آلبا را محترمانه گسیل کرد، این نوبت میخواهد که با دعوت نیمار به تیم فلوریدا سگانه بزرگی MSN یا خود مسی، نیمار و سوارس را برقرار نماید. کلی مخلصان فوتبالی خوب یاد دارند که چگونه سگانه مسی، نیمار، سوارس به زبان کوچگی دهشت بازی میکرد و در چشم دلخواه حریف آفت می آفرید. این نوبت البته اگر آنها یک جای هم شوند، ترس و هراس حریفان از این سگانه کمتر می شود، ولی از نگاه شهرت و جلب مخلصان به ورزشگاه و نمایش بازی زیبا همه تشریف آوردگان به ورزشگاه برد می کنند. سابق نفران شهرتیار بارسا اگر 2-3 سال اخیر در امریکا گرد مسی مدام سرجم می شوند، نفرانی تا جای نادرکار برای رئال مادرید باشد راه سمت بیابان عربی پیش می گیرند. تا این دم اگر بسیاری از بازیگران در غروبی مسند ورزشی و اصلاً با مقصد پول کار کنی به پرولیگ سعودی رفتند، در بسیار از حالتها ما شاهدی رفتن بازیگران جوان به عربستان می شویم. آنجا که البته جای پول است، همگان شتابان به آن سمت بیابان چون کهکشان می شوند. مثلا خود نیمار شهرتیار که به پرولیگ سعودیان رفت، نوابسته از یک عمر بیستری از برای جراحت بودنش، در عموم همگی یک گل زد، لیکن با خلطه پر از پول و یا به گفت مردم با دستانی پر از لای برگشت.
این نوبت گپ و کارها کلاً دیگرند و خود همون سعودیان میخواهند که رکورد گزارشی نیمار را از بارسا به PSG نو کنند. چندین سال است که گزارش 222 میلیونی نیمار از بارسا به PSG از همه گرانترین است، ولی این نوبت دسته الهلال با دعوت احتمالی وینیسیوس جونیور بر عوض مبلغ بیش از 300 میلیون یورو میخواهد که ترانسفر رکوردی را کلاً نو کند. همچنین الاهلی هم آماده پرداخت 300 میلیون پوند از برای وینیسیوس به رئال است و این سخنها با نیم شوخی و نیم جدی نباید که نگریست، زیرا اگر خود وینیسیوس میل رفتن به آن سرزمین کند آنها واقعا هم این کار را تشکیل کرده میتوانند و در قیاس بر رمز قلبکی بعضی از روزنامه ها ماز الاهلی و الهلال باید شعاری ما میتوانیم را داشته باشند، زیرا برایشان پول واقعا هم پرابلم نیست. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.